بسم الله الرحمن الرحیم. گلی خوشبوی در حمام روزه رسید از دست محبوب به دستم. بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویزی تو مستم. بگفتا من گلی ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم. جمال همنشین در من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم. خدا رحمت کند حضرت سعدی را که می‌فرماید که یک تمثیلی هست که در حمام روز در دست من یک گل افتاد. گل گفته لای را میگویند. یک کمی لای در دست من افتاد که بی نهایت یعنی مثل مشک و عبیر بود. مشک آن چیزی که ما و شما از خوشبویی ها استفاده میکنیم یا که بگیم با طریق فرهنگیش از ناف آهو مشک به زمین میریزد. عبیر شم یکی از خوشبویی هایی که خشک است که او را در بدن میمالند. یعنی هر دو اینها چیزهای خوشبو هستند. حضرت میگوید یک لای در دست من افتاد، یک لای مقرری بود، یک خاک مقرری بود، لیکن بی نهایت بوی خوب داشت. بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویزی تو مستم. تو مشک هستی یا عبیر هستی؟ بالای هیچ مانندی به خاک هیچ مانندی نداری. بگفتا من گلی ناچیز بودم. سعدی گفت آگاه باش که من نه مشک هستم نه عبیر هستم، بلکه من یک خاک مقرری هستم، یک لای عادی هستم، ولیکن مدت با گل نشستم. این بوی خوشی که از من میبینی حضرت گفتند سبب اون دارد که این بوی خوشی که من دارم در زمانهای پیش برای تیار کردن گلاب، یعنی برای تیار کردن عطر، در یک دیگ سرپوشه میگذاشتند و اطراف همان سرپوشه را با لایه ها محکم میکردند، با لای محکم میکردند تا که حول او بیرون نشود. این لایه که در دست سعدی زد این همون میپوشاندگی اطراف سرپوشه همون گلاب بود. گو من لای مقرری بودم لیکن مدت با گل نشستم. جمال همنشین در من اثر کرد وگرنه من همون خاکم که هستم. من همون تأثیر خوشبویی همون دیگ در وجود من رسید و این خوشبویی را من از همون جا حاصل کردم و الا من یک خاک مقرری هستم. مقصد حضرت سعدی چی هست؟ مقصدش حدیث پیغمبری خداست. پیغمبری خدا میگوید مثل جلیس صالح كمثل العطار ان لم يعطيك من عطر اصابك من ريح. پیغمبر گفتند همنشین با آدمی نیک، با آدمی خوب، با عالم، همنشین در صحبت امر معروف و نهی از منکر مثل دکان عطر فروش است. این لم یعطیک من عطر اصابک من ریح. اگر چنده که دکان فروش عطر به تو عطا هم که نکند از بوی خوش او تو استفاده میکنی. اگر چنده که شما علم دامولا را گرفته هم که نتانین لیکن از صحبت او بهره میبرید، از صحبت او شما فایده میکنید. از این خاطر چی میگوید مولوی؟
از این گویم به نیکان زود آمیز. مادامی فهمیدی که همنشینی با آدمی خوب، همنشین در مجلسی نیک اینقدر جزای نیک داشته باشد، از این گویم به نیکان زود آمیز. اگر پا داری از بد دور بگریز. اگر نصیحت مولوی را گوش کنید، میگوید مادامی که اگر این صحبت ها را که شما درک کرده باشین، از نزد علما دور نروین، در دایره اونها جمع شوین. اگر پا داری از بد دور بگریز. لیکن اگر خدا به تو پای دوان داده باشد، پای درست داده باشد، اگر مجلسی آدم های ناخوب و پلید و بدکردار و بدگفتار و بد اصل را وقتی که دیدین، شما باید ترک کنین. گفتند زی صحبی نیک و بد پیداست تأثیر، زی نیکان شهد نوش از بد مخور تیر. زیرا میگوید که صحبت تأثیر دارد. صحبت عالم به خودش تأثیر دارد، صحبت فاسق به خودش تأثیر دارد. زی صحبی نیک و بد پیداست تأثیر، زی نیکان شهد نوش از بد مخور تیر. کی زخمی تیری بد آرد هلاکی، بگردان از خبیثان رو به پاکی. زگردی دامنی پاکان شوی پاک، دکانی صابونت اینجا مجو زاک. حضرت میگوید این مجلس، این مسجد، این مجلس امر معروف، این ماهیت صابون را دارد. صابون چگونه که چرک بدن تازه میکند، این امر معروف و این نهی منکر گناه های شما را میشود و نابود میکند، شسته نابود میکند. حضرت سفیان ثوری چی میگوید؟ میگوید النظر الى وجه الاحمق خطیئة مکتوبة. حضرت گفتند من به شما مثل پیغمبر خدا نصیحت میکنم که هیچگاه به آدمهای احمق یار و رفیق نشوید. هیچگاه به آدمی که دوست باشد، دروغگو باشد، زناکار باشد، بینماز باشد، از خدای خود منکر باشد، با اینها واصل نشوید، با اینها نزدیک نشوید. گفتند حتی سفیان ثوری گفتند النظر الی وجه الاحمق، نظر کردن به این طایفه هایی که الحال من نام گرفتم. حضرت گفتند خطایی هست که، گناه هست که خدا اینه در نامه اعمال شما می نویسد، حتی نگاه کردن به چهره اونها. زیرا که صحبت آدم های بعد به فرزند حضرت نوح کنعان چی داد؟ پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. سگ اصحاب کهف روز چند پی نیکان گرفت و مردم شد. سگ مردم شد، برای پی نیکان گرفت. لیکن فرزند نوح کنعان وقتی صحبت ناخوب برای خود اختیار کرد، از امر خدای پدری خود، خدای جهانیان وقتی که روی گردانید، خداوند وی را از خاندان حضرت نوح، از فرزندی حضرت نوح خط زد، گفت این از خاندان تو نیست. با بدان کم نشین که صحبت بد گرچه پاکی تو را پلید کند، آفتابی بر این بزرگ را پاره ابر ناپدید کند. این حضرت ها بیهوده نگفتند. صحبت های آدم ناخوب برای خود اختیار نکنید، این صحبت بهترین صحبت برای شماست. الحمدلله که حکمای ما و شما میگویند مقاطعة الاحمق قربان الی الله. کسی که اگر از آدم ناخوب، از مجلس پلید
وقتی که پشت میگرداند معنای چی را دارد؟ قربان الی الله، وی قریبی به درگاه پروردگار شده است. تا زمانی که وی در این معرکه افلاس اشتراک دارد وی در درگاه خدا هیچ قدر و قیمت ندارد. وقتی این مجلس ترک میکند، وقتی که این مجلس ما را انتخاب میکند، وی به سوی خدا نزدیک میشود، وی در نزد خدا منزلت پیدا میکند. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. بسم الله الرحمن